مبحث امروزمان راجع به علوم و فیزیکه. حامد تبریزی، راجع به خصوصیات نوشابه ما بگو. هم آب داره هم گاز داره ولی برق نداره. برق نداشته باشه پمپ آبو نمیکشه بالا، اون موقع آبم نداره. حمید شربتی، جسم شفاف چیه؟ به جسمی که بشه اون ور شدید. باریکلا. مثل چی؟ نردبون. توف تو صورتت کنم. اسب بخار چیست؟ آقا معلم، به اسبی که در زمستان از دهنش بخار میدهد بیرون اسب بخار میگویند. دهنده ببنده. اسب بخار. در قانون فیزیک پیوی مساوی است با پیوی مساوی با بلاک. محشید. اگر بنا باشه یه سیمکشی ساختمانی به صورت انشعابی ببندیم چجوری باید ببندیمش؟ اجازه باید سیمکش بیاریم دیگه. ای. کشش چیه؟ وقتی دو نفر با هم دعوا میکنن من ورود میزنم وسط، دعوا رو سوا میکنم. میگم داداش کشش نده، رفیق کشش نده.